میدونستی اگه دروازه‌بان بعد از اینکه توپ رو رها میکنه یا پاس مدافع رو میگیره دوباره با دست بگیره، داور به نفع حریف ضربه آزاد غیر مستقیم اعلام میکنه؟ شاید این قانون رو تا حالا دیده باشی، اما حدود 30 سال پیش دروازه‌بان‌ها میتونستن حتی پاس‌های هم‌تیمی‌هاشون رو هم با دست بگیرن. این قانون فقط زمانی تغییر کرد که پیتر شمایکل، دروازه‌بان افسانه منچستر یونایتد، وارد ماجرا شد. در جام ملت‌های اروپا 1992 دانمارک 2-0 از آلمان جلو بود و شمایکل دروازه‌بان دانمارک بود. وقتی بازی به لحظات پایانی نزدیک میشد، شمایکل به شکل هوشمندانه شروع به وقت کشی کرد. اون پاس‌های هم‌تیمی‌هاش رو میگرفت و منتظر میموند تا مهاجم حریف نزدیک بشه. بعد دوباره توپ رو از زمین برمی‌داشت. این کارو بارها و بارها تکرار کرد و حسابی حریف رو کلافه کرد. در نهایت آلمان با نتیجه 2-0 به دانمارک باخت و این بازی باعث شد فیفا تصمیم بگیره که این قانون رو تغییر بده تا دیگه کسی نتونه به این شکل وقت کشی کنه. به نظر این قانون درست بود؟